به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بچه های دوست داشتنی، دوست رو یکانی خوب، نغزت، سازت، سلامتیتون خوب است؟ الحمدلله که خوب هسته، انشالله که همیشه خوب باشه. پدر و مادران محترم، در این وضعیت کرونا ویروس مواظب خودتان و بچه هایتان نیز باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم. دوباره با افسانه های جالب و شنیدنی به نزد شما آمدم. دوست رویکان، داستان امروزه ما درباره روباه می باشد. بود یک روباه بود. روباه عیار و مکار بود. یک روز که گرسنه‌اش بود دنبال خوراک میگشت. در راه که رفته ایستاده بود یک باره از پیشش پلنگ برآمده ماند. روباهی بیچاره ترسید و لرزید و راهی گریزش را پیش گرفت. گریخته رفته ایستاده بود که از پیشش یک جری برآمد که علاجی از آن گذشتن نبود. روباه چیکار کردنش را ندانسته به بالا یک سنگ کلان برآمد و این طور گریه کرد. پلنگ حیران شد و پرسید: ای روباه، به تو چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ من شما را دیدم و پدرت هم به خاطرم آمدند. رحمتی جایشان جنت شود. همین قدر ناترس و چابک و چالاک بودند که از جری ها چشم پوشیده می جهیدند، از کوه می پریدند، از دریاها می گذشتند. صد افسوس که دیدن کارنامه های این خیل دلیران به من میسر نمی شده است. گریه من انا برای همین است. پلنگ این گپ را شنیده با غرور سر برداشت و در پیش روباه چست و چالاکی خود را نمایش داد. از جری جهید و به قعر جری رفته زد. روباه به تک جری نگاه کرد و پیشخند زد و گفت: من میدانستم که شما دیگر و پدرتان دیگر هستید. آخر هر فرزند پدرش بر این نمی شود کو. گفت و رفت. بچه های عزیز، اگر قصه های ما برایتان جالب و شنیدنی باشد، پس افسانه های من رو دنبال کنید. تا قصه و افسانه دیگر، خدایا رو نگهدارتان. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 96 76 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org